حکومت تشکیل کرده طالبان روز 2 اپریل به حکومت روسیه برای اعتراف دیپلمات فرستاده امارت اسلامی اظهار سپاس کرد. عبدالقاور بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر همچنین خبر داد که امروز سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات فرستاده امارت اسلامی افغانستان سپرده شد. عبدالقاور بلخی به دست دیپلمات طالبان گذاشتن سفارت را قدم مهم در راه تحکیم روابط دوجانبه نامید و گفت امارت اسلامی همچنین حکومت مشروع و قانونی افغانستان حق دارد اداره امور نمایندگی های سیاسی افغانستان را در خارج و استفاده روابط با دنیا را به دست خود بگیرد. سفارت افغانستان در مسکو در کوچه پاورسکای رقم 42 در مرکز پایتخت روسیه جایگیر شده تا کنون در دست دیپلمات های حکومت قبلی این کشور قرار داشت. روز چهارشنبه 6 اپریل وزارت خارجه روسیه با ارسال یک نوت به سفارت افغانستان دیپلمات فرستاده طالبان جمال ناصر رسما همچون کاردار نو سفارت افغانستان در مسکو اعتراف کرد. ماریا زخارova سخنگوی وزارت خارجه روسیه این را یک قدم در راه از سر گرفتن تماس‌های دیپلماتی دوجانبه نامید، ولی گفت حرف زدن از اعتراف رسمی رژیم طالبان در افغانستان هنوز بر وقت است. روز 31 مارس وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبر داد که مسکو الکی اولین دیپلمات فرستاده جنبش طالبان را که ماه فوریه به روسیه آمد ثبت نام کرده است. رهبر اداره سیاست خارجی روسیه همچنین از رژیم نو طالبان ستایش کرد و گفت با وجود کمبود تجربه رهبری، محدودیت‌های مالیوی و اقتصادی و فشار حربی و سیاسی از طرف امریکا و متحدانش، مأموریت نو افغانستان در عموم از عهده در حالت شنا نگاه داشتن کشور برآمده ایستاده است. به عقیده لاوروف در سمت مبارزه با تروریسم نتیجه های مشخصی به چشم می رسند. در ساحه حمایت حقوق انسان تلاش های انجام داده می شوند. کابل به طور فعالانه روی گسترش روابط دیپلماتی و اقتصادی کار می کند. این همه بدون شک به اعتراف بین المللی مقامات نو افغانستان مساعدت می کند. جنگجویان طالبان ماه آگوست سال 2021 در روزهای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا و ناتو از افغانستان قدرت را در این کشور غصب کردند. حکومت نو آنها را تا حال یگان کشور رسما اعتراف نکرده است، ولی بسیاری از بازیگران اساسی در عرصه افغانستان از جمله روسیه با رژیم نو طالبان تماس‌ها برقرار کردند. تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهایی است که حاکمان نو افغانستان را قبول ندارد و طلب دارند که آنها باید در حکومت خود به دیگر قوم‌های ساکن افغانستان به ویژه به تاجیک‌های آن کشور باید جایگاه شایسته قائل شوند.